سرکوب و کشتار دگراندیشان مذهبی در ایران به کوشش سهراب نیکوصفت، جلد دوم، راوی ف ایرانی، ادیت و پخش آوای بوف. avayaboof.com. فایل 4. شروع از صفحه 40. محرومیت از تحصیلات عالی. با محرومیت جوانان بهایی از تحصیل در دانشگاه‌ها، جامعه‌ای که تا آن زمان نسبت به جمعیت خود بیشترین تحصیل کردگان دانشگاهی ایران را داشت، به یکباره از امکان تحصیل محروم شد. جامعه بهایی ایران با تشکیل دانشگاه آزاد داخل پرانتز انستیتو بهایی برای تحصیلات عالی پرانتز بسته برای تعلیم دانشجویان بهایی کوشید تا با این طرح مبارزه کند. این دانشگاه کار خود را در سال 1366 آغاز کرد و در سال 1377 تعداد دانشجویان آن به حدود 900 نفر و اعضای هیئت علمی آن به 150 نفر رسید. اخراج دانشجویان بهایی از دانشگاه‌ها از نخستین روزهای حکومت جمهوری اسلامی آغاز و تا امروز ادامه یافته است. سند شماره 2 نشان می‌دهد که یک دانشجوی بهایی در نخستین روزهای انقلاب از دانشکده پزشکی شهر مشهد اخراج شده است. بسم تعالی، شورای محترم مدیریت جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد، نظر به اینکه آقای حمید ملکان نجف‌آبادی، دانشجوی رشته پزشکی، به فرقه ضاله بهاییت منتسب می باشد، طبق بند 1 ماده 11 ضوابط پذیرش دانشجو نمی توان از نام برده ثبت نام به عمل آورد. خواهشمند است اقدام لازم به عمل آورید. رونوشت: دانشکده پزشکی جهت اطلاع واحد دانشجویان فعلی، جهت اطلاع آقای حمید ملکان نجف‌آبادی، جهت اطلاع. اخراج کارمندان بهایی. اسناد دولتی نشان می‌دهد که سرکوب جامعه بهایی از نخستین گام‌های دولت جمهوری اسلامی در نخستین روزهای حیات آن بود. سند شماره 3 اخراج کارمند بهایی از وزارت کشاورزی، سند شماره 4 اخراج کارمندان بهایی و مطالبه باز پرداخت حقوقی که در زمان خدمت دریافت کرده اند را نشان می‌دهد. در سندهای شماره 5 و 6 گفته شده است که اگر کارمندان بهایی توبه نکرده و به اسلام باز نگردند از کار اخراج می شود. سند شماره 7 ضرورت معرفی کارمندان بهایی به مقامات مسئول و سند شماره 8 دستور به وزارت امور خارجه درباره منع تمدید پاسپورت بهاییان و سند شماره 9 و 10 حکم مصادره اموال بهاییان را نشان می‌دهد. سند شماره 3 آقای جلال پیروی میلانی، پیرو به حکم شماره 4254 مورخ 22/60 عطف به درخواست مورخ 21/2/60 شما طبق قانون استخدام کشوری مستخدم دولت میبایست متدین به یکی از ادیان رسمی کشور، یعنی زرتشتی، کلیمی، مسیحی، اسلام باشد. نظر به این که شما معتقد به دیانت بهایی می باشید، علیهذا استخدام شما غیر قانونی تلقی و از خدمت دولت اخراج می شوید. محمود جمالی، مدیرعامل. سند شماره 6 بسم تعالی به
شرکت زمزم خوزستان. از شرکت زمزم شیراز. موضوع: اخراج کارگران بهایی. با توجه به برنامه ارشادی در جهت افراد وابسته به بهاییت که توسط انجمن اسلامی اجرا شد، با این حال افراد زیر مایل بودند که تحت هر شرایطی در فرقه ضاله بهاییت بمانند. لذا از این تاریخ 10/60 هیچ گونه سمتی در این شرکت نداشته و به کار آنها خاتمه داده می شود. خواهشمند است جهت تعیین تکلیف نهایی اقدام لازم را معمول دارید. اسامی افراد اخراجی 12 نفر. سند شماره 7 بانک سپه. مدیرعامل. بسم تعالی. بخشنامه. چون طبق فتوای امام رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی ایران، گروهک‌های منافق به قول خودشان به ظاهر خلقی‌ها و در باطن ضد خلقی‌ها که علیه جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه نموده‌اند و افراد بهایی که مرتد میباشند، لذا به منظور اجرای این تکلیف شرعی بر تمام مسلمان‌ها واجب است دفاعاً للاسلام آنها را در اسرع وقت به مقامات صالحه معرفی نمایند. چون امتناع از این تکلیف شرعی از هیچ مسلمانی قابل اغماض نیست، لذا به کلیه سرپرستان، رؤسا، معاونین و اعضای حزب اللهی فرداً فرد واجب است فوراً ضمن معرفی آنها با مشخصات کامل به مرکز موضوع را به نزدیکترین کمیته و یا سپاه محل اطلاع دهند. بدیهی است چنانچه افراد فوق الذکر از این وظیفه شرعی تعلل نمایند، مسئول عواقب وخیم آن خواهند بود. زین العابدین یعقوبی. سند شماره 8 اداره دفتر معاونت فرهنگی و کنسولی. خیلی محرمانه. بسم تعالی. بخشنامه به کلیه نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، کلیه مسئولین نمایندگی‌ها موظفند اسامی تمامی بهائیان مقیم حوزه آن نمایندگی و ضد انقلابیون به خصوص به اصطلاح دانشجویان را با دقت تهیه و ارسال نمایند. همچنین از تمدید گذرنامه این افراد خودداری فرموده و فقط برگه عبور داده شود. معاون امور فرهنگی و کنسولی جواد منصوری. صفحه 49 سند شماره 8. صفحه 50 سند شماره 9 دادستانی انقلاب اسلامی مرکز. دادگاه انقلاب اسلامی مرکز شعبه 8 چهارراه شهید قدوسی به تصدی امضا کننده ذیل در غیاب متهمین تشکیل است. پرونده کلاسه شماره 110/876. اتهامی متهمین تحت نظر است. متهمین عبارتند از 1. بهرام ایدون فرزند سروش. 2. خورشید چهر خدارحمی همسر متهم ردیف اول. 3. کیخسرو فرزند ایدون. 4. پروین فرزند ایدون. 5. مهرداد فرزند ایدون. 6. ایرج فرزند ایدون. 7. فریدون ایدون فرزند سروش. 8. روحانگیز ستوده همسر فریدون ایدون. 9. فرشته ایدون فرزند فریدون. 10. اردشیر پارسا همسر فرشته. 11. پروانه همسر رستم تشکر. 12. شیرین چند تا نقطه. 13. بیژن ایدون. کلیه متهمین فوق التوصیف بهایی و در خارج ایران
آمریکا و ایتالیا به سر میبرند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی اموال نامبردگان اگر چیزی باقی مانده بود تحت سرپرستی امور اجرایی دادستانی کل انقلاب اسلامی درآمده است. دادگاه پس از بررسی مجموع اوراق پرونده و ملاحظه کیفرخواست صادره درباره اموال آنان مبادرت به صدور رأی می‌نماید. با توجه به اینکه نامبردگان بهایی بوده و از کشور خارج گردیده و از حکم کافر چند تا نقطه نیز خارج شده اند، بر موازین قضاء اسلامی کلیه اموال منقول و غیر منقول آنان به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران مصادره می‌گردد. این رأی پس از تایید دادگاه عالی انقلاب اسلامی قابل اجرا است. فرمایید میزان سهام نامبردگان در آن شرکت و همچنین لیست کلیه اموال منقول و غیر منقول آنها را به نمایندگان این دفتر برادران محمد رضا آقا محمد کانی احمد شاهپوری تحویل نماید. قبلا از همکاری صمیمانه شما تشکر می‌نماییم. صفحه 51 سند شماره 9. صفحه 52 سند شماره 10 جمهوری اسلامی ایران نخست وزیری بسمه تعالی شرکت محترم اشناد ایران محترماً چون اموال منقول و غیر منقول آقایان بهرام ایدون، فریدون ایدون، جمشید ایدون و اقارب درجه اول آنها طبق حکم شماره عین/36/6373 مورخ 31/5/62 به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران مصادره گردیده، لذا دستور سند شماره 10 این اسناد و قانون اساسی و دیگر قوانین نشان می‌دهند که بهائیان از کلیه حقوق مدنی، اجتماعی، سیاسی و شهروندی در حکومت اسلامی محروم شده‌اند. ازدواج بهائیان به رسمیت شناخته نمی‌شود و نوزادان بهایی از داشتن شناسنامه محرومند. آیت الله مطهری فتوا می‌دهد هر زنی که بداند شوهرش بهایی است خود به خود مطلقه است. بهائیان در سالهای اول انقلاب و تا آخر دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در سال 1376 شمسی از داشتن پاسپورت و حق مسافرت به خارج نیز محروم بودند. با مصادره و تخریب گورستان‌های بهائیان در سراسر کشور آنان مجبور می‌شوند مردگان خود را مخفیانه دفن کنند. در 14 آذر 1360 قبرستان بهائیان در تهران مصادره و 13 کارمند قبرستان را دادگاه انقلاب اسلامی مرکز دستگیر کرد. در 24 دی ماه 1360 قبرستان بابا سلمان در روستای نزدیک تهران نیز بسته شد و بهائیان تهران مجبور شدند تا مردگان خود را در محل مشخصی که برای کافرین اختصاص داده شده بود زمین بایری به نام لعنت‌آباد دفن کنند. روحانیت شیعه که پس از انقلاب به امکانات دولتی، نظامی، انتظامی، رسانه‌ای و اطلاعاتی مجهز شده بود، با استفاده از اهرم‌هایی چون کمیته‌ها و دادگاه‌های انقلاب، دستگیری، اعدام، ضبط اموال، اخراج بهائیان از مراکز آموزشی، ادارات دولتی و خصوصی را به شدت دنبال کرد. صفحه 54 سند شماره 11 تخریب گلستان جاوید. عکس یک قبری هستش که سنگش رو خراب کردن. صفحه 55 گاه شمار سرکوب بهائیان در جمهوری اسلامی 1359 تا 1360. در سال 1358 خانه سید باب از مکانهای مذهبی و مقدس بهائیان در شیراز مصادره شد.
سند شماره 12 پاسا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فارس. بسمه تعالی. بدین وسیله اعلام می‌گردد که منزل معروف به سید باب در شیراز بنا به حفظ و جلوگیری از اخلال احتمالی تحت نظر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شیراز گردیده است. علی اکبر خرسندی، دامدار متولد 1308. او عضو محفل روحانی محلی بهائیان و اولین قربانی بهایی کشی در سال 1358 در دهی به نام کلاله در حوالی گنبد قابوس بود. خرسندی در ماه‌های اول انقلاب دستگیر و به تهران اعزام و در 23 فروردین 1358 به اتهام بهایی بودن در سن 50 سالگی به دار آویخته شد. پس از اعدام خرسندی چند بهایی در سال 1358 به جوخه اعدام سپرده شده یا به دست متعصبان به قتل رسیدند. شیر محمد دستپیش، متولد 1317، مغازه‌دار. دومین قربانی بهایی سال 1359 شیر محمد دستپیش دهقانزاده‌ای بود که در ده کتا از توابع کهگیلویه زندگی می‌کرد. او در 19 اردیبهشت 1359 برای تهیه لوازم مغازه خود از ده کتا به قریه فلارد می رود، اما در راه در سن 41 سالگی به قتل می رسد. احمد اسماعیلی، متولد 1286، دهقان. اسماعیلی ساکن دهی از توابع بوشهر به نام فقیه حسنان بود. به دورانی که ایران در تب و تاب انقلاب می‌سوخت، بهار سال 1358 مردم به تحریک روحانی محل سید احمد شیرازی انبار خرما و منزل اسماعیلی را به آتش می‌کشند و از او می‌خواهند که یا دست از آیین بهایی بردارد و یا ده را ترک کند. چون او دست از آیین خود نمی‌شوید، او را با ضرب کتک از ده اخراج می‌کنند. به نزد فرزندان خود در برازجان می‌رود، اما در آخر تیر ماه 1358 به ده خود بازگشته و ناپدید می‌شود. تلاش فرزندان او برای یافتن محل دفن او به جایی نمی‌رسد. محمد موحد در سال 1316 او در خانواده روحانی در شیراز متولد شد. پدر او شیخ محمد علی مدرس مدرسه آقا باباخان در شیراز بود. موحد چگونگی روی آوردن خود را به آیین بهایی برای یدالله ایقانی گفته است. پس از 8 سال تحصیل در مدارس مذهبی قم و 4 سال تحصیل در مدارس مذهبی شیراز، صفا و حقیقتی در آموزش‌های خود ندیدم. بر اثر تماس با بهائیان به آیین بهایی پیوستم. وقتی که مریدان من از دین نو من باخبر شدند، سخت کتکم زدند و نیمه جان به منزل داعیم بردندم و به تصور اینکه دیوانه شده‌ام به تیمارستانم انداختم. اما دکتر تشخیص داد که دیوانه نیستم. محمد موحد شیراز را ترک می کند و در تهران ساکن شده و در تشکیلات بهایی فعال می شود. در 22 اردیبهشت 1358 بر اساس احضاریه کمیته ولی‌آباد تهران و به حکم شماره 1177 دادستانی کشور احضار شده و در خرداد ماه 1358 گروهی ناشناس او را می‌ربایند. بعد از ناپدید شدن او
کمیته از هر گونه اظهار نظری خودداری می‌کند. از سرنوشت او اطلاعی در دست نیست. بهار وجدانی متولد 1301 در میاندوآب، مغازه‌دار. از سال 1333 در مهاباد مغازه‌دار و از فعالین بهایی در مهاباد بود. در روز 4 مهر ماه 1358 او را دستگیر کرده به دادستان انقلاب مهاباد تحویل می‌دهند. دادستان انقلاب مهاباد در آن زمان حسین آرمان بود. در آن شب خلخالی وارد مهاباد می‌شود. چون از بهایی بودن وجدانی اطلاع می‌یابد، از او می‌خواهد که در نامه‌ای بنویسد که مسلمان است تا آزاد شود. وجدانی دین خود را انکار نمی‌کند، اما به دلیل ناآرام بودن شهر شبانه آزاد می‌شود. روز بعد ساعت 10 شب او را به دادستانی برده و فردای آن روز در 6 مهر ماه 1358 به عنوان مفسد فی الارض به حکم خلخالی محکوم و به جوخه اعدام سپرده می شود. علی ستارزاده متولد 1334 کارگر فنی در خانواده‌ای تهیدست متولد شد و در یکی از دهات اطراف محل تولد خود بوکان به نام امیرآباد ساکن بود و هر روز برای یافتن کار به بوکان میرفت. در اول آبان 1358 در راه او را با گلوله به قتل میرسانند و 2 فرزند خردسال و همسر او بی سرپرست میشود. حسین شکوری شیشوانی متولد 1300 پزشکیار در شیشوان در خانواده‌ای مسلمان دیده به جهان گشود. در کودکی پدر را از دست می‌دهد. بعد از اتمام تحصیل در دبیرستان به عنوان پزشکیار به استخدام درمانگاه مراغه در می‌آید. در شیشوان به دیانت بهایی روی می‌آورد. در سال 1338 به دلیل بهایی بودن از کار اخراج می‌شود. با 4 فرزند از نظر مادی در تنگنا می‌ماند. محلی برای آمپول زدن راه می‌اندازد. مخالفان محل کار او را تعطیل می‌کنند. در خانه خود یا خانه بیماران به کار خود ادامه می‌دهد. در سال 1343 پسر 14 ساله او را در مدرسه چنان کتک می‌زنند که در اثر ضربات به قتل می‌رسد. در 14 آبان 1358 زمانی که برای آوردن دختر خردسال خود از مدرسه از خانه خارج می شود، او را در راه در سن 58 سالگی با ضرب گلوله به قتل می رسانند و خانه‌اش را غارت می کنند. دکتر علی مراد داوودی متولد 1300 دانشیار دانشکده فلسفه دانشگاه تهران در خانواده‌ای بهایی در خلخال متولد شد. پس از پایان تحصیلات دبیرستانی به تهران می رود و در دانشسرای عالی در رشته فلسفه تحصیل می کند. به استخدام وزارت فرهنگ در می آید و در شهرهای سنندج و زنجان مشغول به کار می شود. ضمن کار در تهران در دانشکده ادبیات در رشته فلسفه درس می خواند و به اخذ درجه دکترا نائل شده و به تدریس فلسفه در دانشگاه می پردازد. علی مراد داوودی از دوران جوانی بهایی فعالی بود و در سال 1354 به عضویت محفل ملی بهاییان ایران انتخاب می شود. در اوج انقلاب درباره اذیت و آزار بهاییان نامه‌های بسیاری به مقامات دولتی ایران می نویسد و اتهاماتی را که به بهاییان می زدند جواب می دهد. دکتر داوودی استادی خوشنام و در بین دانشجویان محبوب بود. وی در 20 آبان ماه 1358 در خیابان ربوده و چون اکثر ربوده شدگان بهایی در آن سالها به قتل رسید.
عظمت الله فهندش، متولد 1315، سرهنگ ارتش. در قریه سعدیه شیراز در خانواده‌ای بهایی متولد شد. بعد از پایان دوران دبیرستان به دانشکده افسری می رود. در کشتار قریه سعدیه در سال 1357 سپاهالله فهندش پسر عموی عظمت الله را به قتل می رساند. عظمت الله در شب واقعه در قریه سعدیه نبود. پس از آنکه خانه او نیز به آتش کشیده می شود، در اردیبهشت 1358 به تهران می رود. در اسفند ماه به او پست جدیدی می دهند. اما ضد بهائیان شیراز از حاکم شهر می خواهند که حکم توقیف او را صادر کند. به دستور حاکم شرع شیراز فهندش را در تهران دستگیر می کنند، به شیراز می آورند و از اول اردیبهشت 1358 در زندان عادل‌آباد شیراز زندانی می شود. محاکمه او در 4 آذر 1358 آغاز و در روز 6 آذر 1358 در سن 43 سالگی به جوخه اعدام سپرده می شود. روحی روشنی، متولد 1302، آموزگار. در اسکو آذربایجان در خانواده‌ای بهایی متولد شد. در کودکی پدر خود را از دست می دهد، اما مادر او با خیاطی در تهران امکان تحصیل او را فراهم می کند. پس از پایان دوران دبیرستان وارد دانشگاه تهران و در رشته تاریخ و جغرافیا فارغ التحصیل شده و به استخدام وزارت فرهنگ در می آید. روحی روشنی به عضویت و به سمت منشی محفل محلی تهران انتخاب می شود. در اوایل انقلاب برای معالجه به انگلیس می رود و بعد از عمل جراحی به ایران باز می گردد. در تاریخ 17 دی ماه سال 1358 او را در خیابان ربوده و به قتل می رساند. بر اساس آمارهای موجود حدود 10 بهایی در سال 1358 سال اول انقلاب اسلامی کشته شده. بهاییان در همان نخستین سال جمهوری اسلامی از کار اخراج می شوند و بر مبنای اسناد 13 و 14 هرگاه یک بهایی از اعتقاد خود دست برمی داشت به کار دعوت می شد. سند شماره 13. 153 نفر به اتهام همکاری با ساواک و بهاییگری از آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اخراج می شوند. تبریز، مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در گفتگویی با خبرنگار اطلاعات اعلام کرد که 103 نفر از کارکنان و فرهنگیان این اداره تصفیه خواهد شد. دکتر نیریوند، مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت طی این هفته 30 تن از فرهنگیان همکار ساواک منحله و حدود 50 نفر از فرهنگیان که بهایی هستند از آموزش و پرورش استان تصفیه خواهند شد. وی افزود این تصفیه با بررسی و دقت کامل صورت می‌گیرد. همچنین 73 نفر دیگر از آنان قبلا تصفیه و برکنار شدند که شامل همکاران ساواک از میان دبیران و آموزگاران بودند. دکتر نیریوند اضافه کرد در صورتی که بهایی‌ها دین اسلام را بپذیرند مجدداً به کار فرا خواهند شد و در غیر این صورت برای بررسی پرونده به دادگاه انقلاب تبریز معرفی می شود. سند شماره 14. حمایت از خانواده‌های بی سرپرست. آقای نصرت الله اللهوردی، عضو واحد حمایت از خانواده‌های بی طبق لایحه قانونی اجازه تبدیل وضع مستخدمین سازمان‌هایی را که
به وزارت بهداری و بهزیستی واگذار شده است، وضع استخدامی کارکنان برنامه حمایت از خانواده‌های بی‌سرپرست نیز باید با قانون استخدامی کشوری تطبیق داده شود. چون شما مشهود به داشتن عقیده بهائیت هستید و در صورت صحت این اشتغال شما مخالف با مفاد قسمت اول بند 3 ماده 14 قانون استخدام کشوری می باشد. علیهذا به شما اخطار می شود در صورتی که خود را از انتساب به عقیده مذکور مبرا می دانید، حد اکثر ظرف 10 روز از تاریخ دریافت این نامه با مراجعه به محکمه شرع محل اعتقاد خویش را به یکی از ادیان حقه رسمی اعلام دارید تا پس از انعکاس از در جراید کثیرالانتشار رفع شبهه به عمل آید. در غیر این صورت ناگزیر به خدمت شما خاتمه داده خواهد شد. سال 1359 سرکوب بهائیان در سال 1359 ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد. در این سال 38 نفر بهائی به دلیل بهائی بودن به قتل می‌رسند. چند سند دولتی سال 1359 وضعیت بهائیان را در این سال تصویر می‌کند. سند شماره 15 بسمه تعالی، شماره 2208، تاریخ 16/1/59، دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان میاندو آب، پیوست، ریاست محترم اداره ثبت و اسناد و املاک میاندو آب، مقرر فرمایید تا اطلاع ثانوی از خرید و فروش اموال غیر منقول اعضای فرقه ضاله بهائی‌ها جلوگیری فرماید. سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی میاندو آب، رونوشت دفترخانه اسناد رسمی شماره 4. با صدور این حکم بهائیان از حق خرید و فروش خانه و املاک خود محروم می‌شوند. اسناد شماره‌های 16، 17 و 18 نشانگر اخراج کارمندان بهائی تنها به دلیل اعتقاد مذهبی است. سند شماره 16 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بسمه تعالی، نظر به این که از سوی آقایان آیات اعظام ربانی شیرازی، دستغیب و محلاتی پرداخت پول بیت المال به بهائیان حرام اعلام شده و کسانی که از این دستور سرباز زنند خاطی محسوب می شوند، لذا کلیه مسئولین شرکت‌های تابع سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران موظفند در صورت شناسایی چنین افرادی بین کارکنان بلافاصله وضع استخدامی ایشان را به حالت تعلیق درآورده و پرونده را جهت رسیدگی به کمیسیون پاکسازی مستقر در سازمان گسترش و نوسازی به تهران ارسال نمایند. نقل از روزنامه جمهوری اسلامی مورخ 9/4/59 و مستنداً به ماده 440 قانون استخدام کشوری. کارگزینی جهت مراجعه به پرونده‌های پرسنلی و پیگیری تا شناسایی احتمالی این گونه افراد. سند شماره 17 گواهی کار. بدین وسیله گواهی می شود که آقای رضا سهیلیان از تاریخ 12/12/58 در بخش شهرستان خمام به عنوان سرپرست بخش فنی مشغول انجام وظیفه بوده و جهاد از نحوه کارکرد او رضایت کامل دارد. همچنین جهاد سازندگی معتقد است که بهائیت یک مکتب ساخته شده استعمار انگلیس و غیره و مخالف اسلام در ایران و سایر کشورها است. با توجه به
عملکرد بهائیت در طول 1.5 سال پس از انقلاب که یک فعالیت مشکوک و توطئه آمیز بهائیان موجب اعدام رئیس محافل بهائیت یزد و تبریز نیز شده است، به مدت چند ساعت در مورد اصول این مکتب بحث شد و جهاد نقطه نظرهای خود را در مورد این چند تا نقطه توضیح داد، ولی ایشان باز همچنان تحت جذبه شدید این مکتب می باشد. لذا جهاد شهرستان رشت و خمام ادامه همکاری به ایشان را به صلاح انقلاب ندانسته و از تاریخ 1/5/59 کار ایشان را قطع می نماید. سرپرست جهاد خمام از طرف شورای جهاد رشت. صفحه 67 سند شماره 17 است. صفحه 68 سند شماره 18 بسم الله تعالی. جلسه دادگاه متهمین 1. رأفت برقآسا فرزند عطاالله اهل مراغه مقیم میاندوآب. آدرس فعلی بیمارستان. آدرس مادر شوهرش خیابان زرین کوچه گلمراد. شغل بهیار. دارای شوهر و اولاد. باسواد. بهایی تبعی ایران بدون سابقه محکومیت کیفری. 2. آسیه لامی فرزند عرب علی اهل و ساکن میاندوآب. خیابان مهاباد بلوار نمازی کوچه بشیری. دارای شوهر و اولاد. باسواد. بهایی تبعی ایران بدون سابقه محکومیت کیفری. در ساعت 10 صبح روز شنبه 15/6/59 و پس از بررسی محتویات پرونده خطاب به متهمین: چه مذهبی دارید؟ جواب: بهایی هستی و پدر و مادر نیز بهایی می باشند و حاضر نیستم مسلمان شویم. اسلام آوردن چند مرتبه تکلیف شده و امتناع کردن. پس از استماع دفاعی متهمین به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: با توجه به محتویات پرونده و اقاریر متهمین و استنکاف آنان از اسلام آوردن، حکم به اخراج آنان از بیمارستان صادر و اعلام می دارد و ضمناً برای تعیین تکلیف حد شرعی برابر مقررات موازین اسلامی تا صدور دستور از طرف شورای عالی قضایی و تصویب لایحه مربوط از طرف مجلس شورای اسلامی با قید ضمانت یا سپردن وثیقه آزاد می شوند که هر وقت دادگاه احضار کرد حاضر شوند. از امضا نمودن خودداری کردند. توضیح اینکه متهمین هر یک با اخذ وثیقه به مبلغ 1,000,000 ریال آزاد شدند. رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی مراغه. صفحه 69 سند شماره 18 صفحه 70 کشته شدگان بهایی در تهران و کرج. غلام حسین اعظمی متولد سال 1304 دامدار در خانواده‌ای بهایی در سنگسر متولد شد. با عده‌ای دیگر از جوانان بهایی سنگسر در محل حظیرة القدس داخل پرانتز محل تشکیل جلسات بهاییان پرانتز بسته مأمور حفظ ساختمان می باشد. محفل ملی به آنها دستور می دهد که از هر گونه درگیری با نیروهای دولتی پرهیز کنند. آنها هم محل را به کمیته انقلاب شهر تحویل می دهند. اعظمی که عضو محفل سنگسر بود به همراه 3 نفر دیگر توقیف می شود و آنها را به تهران می فرستند. اعظمی را در سپید دم صبح 16 اردیبهشت 1359 در سن 55 سالگی در تهران در زندان اوین تیرباران می کند. بدیع الله یزدانی سنگسری
متولد 1291 کشاورز. در خانواده‌ای بهایی در سنگسر متولد شد. بعد از فوت پدر سنگسر را ترک می‌کند و در گنبد قابوس و سابه به کشاورزی و دامپروری می‌پردازد. از جوانی در تشکیلات بهایی فعال بود. در نوروز 1358 به دستور کمیته انقلاب در تهران دستگیر و 14 ماه زندانی می‌شود. گزارشی درباره محاکمه او در 24 مارس 1980 در مجله نیوزویک آمریکا چاپ شده است. او در 16 اردیبهشت 1359 به اتهام بهایی بودن در زندان اوین در سن 68 سالگی اعدام شد. علی اکبر معینی متولد 1303 کارمند بانک در سنگسر در یک خانواده بهایی متولد شد. پس از پایان تحصیلات به استخدام بانک ملی در سمنان در می آید و به عضویت محفل محلی سمنان انتخاب می شود. در اوایل سال 1358 در تهران دستگیر می شود و بعد از 14 ماه زندان در 16 اردیبهشت 1359 در سن 59 سالگی در زندان اوین اعدام می شود. یوسف سبحانی کارمند شرکت خصوصی در دوران جوانی به دلیل بهایی بودن با مشکلات فراوان روبرو می شود. به دنبال سرکوب بهاییان در شاهرود مدتی مخفی می شود. در اوایل انقلاب در تهران دستگیر می شود. گلشن پسر یوسف سبحانی می نویسد در روز 19 خرداد از اوین تلفن زدند که برای ملاقات حضوری به اوین برویم. این بدان معنی بود که پدرم به زودی اعدام خواهد شد. یکی از ملاقات کنندگان گزارش برخورد سبحانی با خانواده خود را ثبت کرده. ابتدا یک اعضای حاضر را با گرمی و خوشحالی بوسیدند. پس از اتمام این مراسم اولین مطلبی را که اظهار داشتند این بود: با حالتی مقتدرانه دست راست را بلند کردند و با انگشت خطاب به پاسداران و سایر مأمورین زندان که در آنجا حاضر بودند اظهار داشتند: به همه شما میگویم و بدانید و به سایر دوستانتان که فعلا در اینجا حاضر نیستند از قول من بگویید که مرا فقط به جرم عقیده‌ام میکشند و افتخار میکنم و نهایت آرزوی من بوده. این مطلب را در دادگاه انقلاب هم گفتم. به همسر خود میگوید که در مرگ او گریه‌گذاری نکند. هیچ یک از اعضای فامیل لباس سیاه نپوشند. میخواهد که خانواده او با لباس روشن و شاد به گلستان جاوید، گورستان بهاییان بیاید. خطاب به پسر اعظمی که پدر او 1 ماه پیش اعدام شده بود میگوید: بختیار خیلی خوشحال باش، پدر تو هم با همین روحیه رفت. افتخار بکن که چنین پدری داشتی. در وقت خداحافظی ضمن اینکه همدیگر را بوسیدیم دستم در دستش بود. با شوخی گفت: مرا میخواهند بکشند، تو چرا دستت یخ کرده؟ در سپید دم صبح 21 خرداد 1359 در زندان اوین تیرباران شد. صفحه 72 سند شماره 19 عکسی از کیهان که نوشته شده دلایل اعدام 14 محکوم در تبریز اعلام شد. صفحه 73 سند شماره 19 14 نفر در دادگاه انقلاب اسلامی به مرگ محکوم شدند. تبریز خبرنگار کیهان. تبریز خبرنگار کیهان از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تبریز در رابطه با 14 تن از محکومین اطلاعیه‌ای انتشار یافت. در این اطلاعیه آمده است: بسم تعالی دادگاه انقلاب اسلامی تبریز پس از رسیدگی به پرونده اتهامی چند تن از متهمین این دادسرا
رأی خود را به شرح زیر اعلام نمود. 1. دکتر فرامرز سمندری، فرزند میر آقا، رئیس محفل بهائیان آذربایجان شرقی، به جرم همکاری مؤثر با رژیم فاسد پهلوی و ساواک منحله، همکاری با دولت غاصب اسرائیل و صهیونیسم بین الملل و ارسال گزارشات خبری و اطلاعات فرهنگی، سیاسی، جغرافیایی، نظامی و جمع‌آوری و ارسال پول و کمک مالی به دولت جنایتکار اسرائیل و قیام علیه اسلام و مسلمین از طریق همکاری مستقیم با اسرائیل و اشاعه فحشا و منکر، محارب با خدا و رسول خدا و مفسد فی الارض شناخته شدند. 2. یدالله آستانی، فرزند احمد، رئیس محفل بهائیان تبریز، به جرم همکاری مؤثر با رژیم منحط پهلوی و ساواک منحله جهت سرکوبی مسلمانان مبارز و اشاعه فحشا و منکر و همکاری مستقیم با دولت غاصب اسرائیل و صهیونیسم بین الملل جهت سرکوبی مسلمانان آزاده و مظلوم و ارسال گزارشات دقیق خبری و اطلاعات فرهنگی، سیاسی، جغرافیایی، نظامی و جمع‌آوری و ارسال پول و کمک مالی به اسرائیل و قیام علیه اسلام و مسلمین، همچنین تردد زیاد به اسرائیل جهت اجرای نقشه‌های شوم صهیونیسم، محارب با خدا و رسول خدا و مفسد فی الارض شناخته شد. در محاکمه بهائیان در دادگاه‌های اسلامی کمترین موازین قضایی رعایت نمی‌شد. حکم دادگاه اسلامی علیه دکتر فرامرز سمندری و یدالله آستانی، دو بهایی که بدون وکیل به اعدام محکوم شدند، نمونه‌ای از محاکمات اسلامی علیه بهائیان را به دست می‌دهد. دکتر سمندری استاد دانشکده پزشکی تبریز بود. دادگاه برای اتهاماتی که علیه او مطرح کرد هیچ گونه دلیلی ارائه نمی‌دهد. سمندری در سن 48 سالگی در تبریز در 22 تیر ماه 1359 به همراه یدالله آستانی 48 ساله تیرباران شد. پرویز بیانی متولد سال 1324 درجه‌دار ارتش در میان دو آب متولد شد و 14 سال در ارتش خدمت کرد. در برنامه پاکسازی دولت اسلامی در اوایل انقلاب به دلیل بهایی بودن از ارتش اخراج شد. چون از دین خود برنمیگردد بازداشت و به تهران فرستاده می شود. در تهران به اتهام بهایی بودن و تشکیل جلسات بهایی در منزل خود به اعدام محکوم و در سپیده‌دم صبح اول مرداد 1359 در زندان اوین در سن 35 سالگی اعدام شد. یدالله محبوبیان متولد 1309 تاجر در شهر همدان در خانواده‌ای بهایی متولد شد. پس از پایان دوران دبیرستان در تهران به کار آزاد روی آورد. در اوایل انقلاب اموال او مصادره و در مرداد ماه 1358 دستگیر و 1 سال زندانی شد. بر اعتقادات خود باقی ماند و به حکم قاضی شهر به اتهام فعالیت در تشکیلات بهایی به اعدام محکوم و در سن 49 سالگی در 8 مرداد ماه 1359 در زندان اوین تیرباران شد. ذبیح الله مؤمنی متولد 1337 کارمند فنی در یک خانواده بهایی در تهران متولد شد. بعد از پایان تحصیلات دبیرستانی در مدرسه عالی کامپیوتر تحصیل کرد و از سال 1354 مشغول به کار شد. در تیر ماه 1359 او را دستگیر می‌کنند و بعد از یک محاکمه کوتاه به دلیل آنکه از اعتقادات خود توبه نمی‌کند در 24 مرداد ماه 1359 در سن 22 سالگی در زندان اوین تیرباران می‌شود. اعدام اعضای محفل ملی بهائیان
اعضای محفل ملی بهائیان از ابتدای انقلاب اسلامی در 1357 تا نیمه سال 1359 با اذیت و آزار مدام روبرو می‌شوند. در اسفند ماه 1358 دکتر حسین نجی، یکی از اعضای محفل ملی، تلگرافی خطاب به آیت الله خمینی، ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور، هادی منافی وزیر بهداری، آیت الله قدوسی دادستان کل انقلاب وقت و سازمان نظام پزشکی می‌فرستد و در آن چندین مورد حمله افراد مسلح به منزل مسکونی خود و دستگیری همسر خود را شرح داده خواستار رسیدگی می شود. شکایت او بی پاسخ می ماند. در 30 مرداد 1359 یک گروه مسلح به نام گروه ضربت ویژه با دستور بازداشت کتبی 9 نفر اعضای محفل ملی بهائیان ایران و 2 نفر از مشاورین محفل را در جلسه مشورتی در یک منزل شخصی ربودند. اسامی 11 نفر بازداشت شدگان: 1 منوهر قائم مقامی متولد 1298 وکیل دادگستری از نواده‌های قائم مقام فراهانی، فارغ التحصیل دانشکده حقوق، بیش از 20 سال عضو محفل ملی بهائیان. 2 دکتر حسین نجی، متخصص بیماری قلبی، فارغ التحصیل دانشکده پزشکی تهران، انگلیس و آمریکا. 3 یوسف قدیمی، متولد 1294 تاجر، در فرانسه در رشته‌های بانکداری و اقتصاد تحصیل کرده و در ایران به تجارت مشغول بود. در اوایل انقلاب به عضویت محفل ملی انتخاب شده بود. 4 ابراهیم رحمانی، معلم، فارغ التحصیل رشته طبیعی از دانشسرای تهران، در اوایل انقلاب به عضویت محفل ملی بهائیان انتخاب شده بود. 5 هوشنگ محمودی، مدیر مدرسه خصوصی در اشرت‌آباد، قبل از انقلاب به عضویت محفل ملی انتخاب شده بود. 6 عبدالحسین تسلیمی، در خانواده‌ای بهائی در سال 1300 در شهر قزوین متولد شد. پس از پایان دوران دبیرستان در دانشکده فنی در رشته راه و ساختمان تحصیل کرد. پس از پایان دوره سربازی در سال 1327 در شهرداری تهران استخدام شد. از سال 1341 یک شرکت ساختمانی تأسیس کرد. از دوران جوانی در تشکیلات بهایی فعال بود. در سال 1357 به عضویت محفل ملی انتخاب شد. در اوایل انقلاب به نمایندگی از طرف محفل با سران جمهوری اسلامی تماس داشت. 7 عطاالله مقربی، متولد در سال 1291، تیمسار بازنشسته ارتش، در بلوک قحاب از توابع اصفهان متولد شد و در نجف آباد و اصفهان تحصیل کرد. عطاالله پس از پایان تحصیلات دبیرستانی به مدرسه نظام می رود و در رشته مخابرات تحصیل می کند. بعد از 30 سال خدمت بازنشسته می شود. مدت 15 سال عضو محفل ملی بهائیان ایران بود. در 30 مرداد ماه 1359 به همراه دیگر همکاران خود در محفل ملی ربوده شد. خانه او را در اوایل انقلاب غارت کرده بودند. 8 بهیه نادری، خانه‌دار، فرزند یکی از معروفین جامعه بهایی به نام میرزا محمد ناطق شائق، از فعالترین چهره‌های تشکیلات بهائیان. 9 دکتر کامبیز صادقزاده میلانی، پزشک، فارغ التحصیل دانشکده پزشکی تهران و آمریکا. 10 دکتر حشمت الله روحانی، پزشک، او نیز به عنوان مشاور در جلسه محفل ملی شرکت داشت. فارغ التحصیل رشته پزشکی،
از دانشگاه اصفهان بود و در جنوب شهر تهران در مطب خصوصی بیماران تهیدست را درمان می‌کرد. 11. دکتر یوسف عباسیان، فارغ التحصیل دانشکده دندانپزشکی تهران و تخصص از آمریکا، وی نیز به عنوان مشاور در جلسه حضور داشت. سال اول انقلاب هنوز بخشی از آزادی‌های دوران انقلاب برجا بود. دولت اسلامی هنوز مستقر نشده بود و سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی و مطبوعات آزادانه البته با موانع بسیار فعالیت می‌کردند. سرکوب برهنه هنوز اجرا نشده بود، اما تدارک دیده می‌شد. خانواده‌های اعضای زندانی محفل ملی بهائیان تا بهمن 1359 چند بار با دادستان کل کشور آیت الله قدوسی، رئیس قوه قضاییه آیت الله محمد بهشتی و رئیس مجلس اکبر هاشمی رفسنجانی ملاقات کردند. رفسنجانی در ملاقاتی که در 19 شهریور 1359 با خانواده زندانی‌ها داشت، تایید کرد که دادستانی انقلاب دستور بازداشت 11 بهایی را صادر کرده است. گفته شد که تا تکمیل پرونده اجازه ملاقات خانواده‌ها با زندانی‌ها صادر نمی‌شود. رفسنجانی در ملاقات بعدی در 17 مهر 1359 سخنان قبلی خود را تغییر داد و گفت که دولت هیچ عضو محفل روحانی بهائیان را بازداشت نکرده است. او بازداشت بهائیان را به یک گروه مستقل نسبت داد. انکار رفسنجانی بر نگرانی‌ها افزود، چرا که چندین بهایی دیگر نیز در تهران و شهرستان‌ها ربوده شده و به قتل رسیده بودند. بستگان 11 زندانی موضوع را در ملاقات‌های متعدد با مقامات دولتی پیگیری می‌کنند، اما هیچ اطلاعی به آنها داده نمی‌شود. سرنوشت 9 عضو محفل ملی و 2 تن از مشاوران این محفل که در سال 1359 بازداشت شدند در پرده ابهام ماند. بعدها روشن شد که این 11 نفر پس از بازداشت اعدام شدند. درباره بازجویی، دادگاه و چگونگی اعدام و حتی محل دفن آنان هیچ اطلاعی منتشر نشد. محفل دوم. بعد از بازداشت اعضای محفل ملی، جامعه بهایی 9 نفر دیگر برای عضویت در این محفل انتخاب کرد. این بار منتخبان می‌دانستند که چه سرنوشتی در انتظار آنان است. مهدی امین، جلال عزیزی، عزت الله فروحی، ژینوس نعمت محمودی، محمود مجذوب، قدرت الله روحانی، سیروس روشنی و کامران صمیمی، 8 نفر از اعضای محفل ملی دوم نیز در 22 آذر 1360 بازداشت شدند. نفر نهم گیتی قدیمی در بیمارستان بستری بود و در جلسه حضور نداشت و بازداشت نشد. خانم فریده صمیمی و زقالله مؤمن که مهماندار جلسه بودند نیز همراه با 8 عضو محفل دوم بازداشت شدند. خانم صمیمی که پس از چند روز آزاد شد، در گزارش خود درباره بازداشت اعضای محفل می‌نویسد: وقتی پاسدارها وارد شدند، فوری به ما گفتند که همه بدون هیچ سر و صدایی بروید رو به دیوار بایستید. تمام جزئیات را می‌دانستند که من عضو محفل نیستم، که من زن کامران هستم. همه را جز به جز می‌دانستند. در بازجویی‌ها همیشه از ما نام بهائی‌های دیگر را می‌خواستند. یک بهایی که در زندان بود تبرئی کرده بود و مسلمان شده بود. پاسدارها شیرینی آورده بودند که این شخص از فرقه ضاله تبرئی کرده و به اسلام روی آورده و شیرینی می‌دادند. 22 بهمن 8 عضو محفل ملی دوم بهائیان ایران بازداشت و پس از 14 روز زندان
در 6 دی‌ماه 1360 بدون محاکمه اعدام شدند. مقامات زندان به خانم صمیمی میگویند که اجساد اعدام شدگان را در لعنت‌آباد دفن کردند. آیت الله اردبیلی دادستان کل کشور در مصاحبه با تلویزیون اعلام کرد که ما یک عده که به ملت خیانت کرده اند را اعدام کردیم. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، آیت الله اردبیلی اعلام کرد که 8 بهایی به جرم جاسوسی برای قدرت‌های خارجی اعدام شدند. دادستان کل کشور به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت هیچ انگیزه و مبنای مذهبی دلیل این اعدام‌ها نبوده است. در اواخر همان ماه آیت الله محمدی گیلانی رئیس دادگاه‌های انقلاب مرکز در توجیه اعدام اعضای دومین محفل روحانی بهائیان اعلام کرد عضویت در جامعه بهایی مترادف با جاسوسی برای سازمان‌های استعماری است. این عده که اعدام شده اند در دادگاه‌های شرع جمهوری اسلامی جاسوسی آنها به نفع اسرائیل و ایادیش محرز شده و به حکم قرآن کریم به سزای اعمالشان رسیدند. رامونا محمودی دختر ژینوس محمودی یکی از اعدام شدگان بعدتر اعلام کرد بعضی از خانواده‌ها برای اطلاع از محل دفن اجساد عزیزانشان مجبور بودند اول بهای گلوله مصرف شده برای اعدام را بپردازند. یزد از شهرهایی است که به دلیل تعصب مذهبی مردم و تحریک روحانیون بهائیان بسیاری در آن کشته شدند. 7 نفر بهایی در تابستان 1359 در یزد توقیف می شود. هنگامی که بهائیان در زندان بودند بارها با تلفن به خانواده آنان اطلاع می دهند که برای تحویل گرفتن اجساد مقتولین مراجعه کنند و چون آنان به کمیته یا به محل تحویل اجساد مراجعه می کردند معلوم می شد که هدف تلفن کنندگان آزار روحی خانواده ها است. یکی از کشته شدگان واقعه یزد عزیزالله ذبیحیان در شیراز توقیف و به یزد اعزام شد. او پیش از مرگ در زندان یزد برای همبندان خود روایت کرده بود که بین راه شیراز یزد چندین بار او را از ماشین پیاده و چشمهای او را بسته و وانمود می کنند که قصد دارند او را اعدام کنند. هر بار چند تیر هوایی شلیک کرده و بعد از آزار روحی به راه ادامه می دهند. روز قبل از اعدام نیم ساعت به خانواده ها اجازه ملاقات می دهند. ملاقات کنندگان گزارش دادند که هیچ گونه آثار بیم و هراسی در زندانیان نبود. مأمورین نگفته بودند که این آخرین ملاقات است، اما 2 تن از زندانیان ذبیح الله ذبیحیان و فریدون فریدانی به ملاقات کنندگان فهمانده بودند که این آخرین ملاقات است. در سال 1359 7 بهایی در یزد اعدام شدند. عزیزالله ذبیحیان متولد 1303. ذبیحیان معلم بود، اما مدتی پیش از انقلاب از شغل خود کناره‌گیری کرد. از اعضای فعال جامعه بهایی بود. در فامیلی بهایی متولد شده بود. در شیراز به هنگام خروج از خانه دستگیر و به یزد اعزام شد. ذبیحیان بهایی زاده بود و قانون اعدام مرتدان، مسلمان زادگانی که دین خود را تغییر می دهند و مجازات اعدام برای آنها تعیین شده است، در مورد او صدق نداشت. با این همه در سن 56 سالگی اعدام شد. فریدون فریدانی متولد 1301 کارمند اداره فرهنگ در خانواده‌ای زردشتی بهایی در یزد متولد شد. بعد از پایان دوره دانشسرا به استخدام اداره فرهنگ در می آید
و در بخش اداره امور اداری مشغول به کار و سرانجام بازنشسته می شود. او به بهایی بودن در یزد شهره بود اما مخفی نشد. قانون اعدام مرتد درباره او نیز صدق نمی کرد اما او را در سن 58 سالگی اعدام و پسر و داماد او را نیز در روز تشییع جنازه او بازداشت کردند. محمود حسنزاده متولد 1318 در یزد مغازه‌دار، به هنگام اعدام 40 سال داشت و در بین 7 زندانی اعدام شده یزد در سال 1359 از همه جوانتر بود. عضو فعال جامعه بهایی و عضو محفل یزد بود. پدر او مسلمان اما مادرش بهایی بود. علی مطهری متولد 1315 در کرمان، کارگر، در خانواده‌ای تهیدست متولد و کار او رفوگری فرش بود. از اعضای فعال جامعه بهایی و عضو محفل یزد بود. در سن 44 سالگی اعدام شد. عبدالوهاب کاظمی منشادی متولد 1267 در منشاد یزد، زارع، او مسن‌ترین فرد بین اعدام شدگان این گروه بود و بیش از 80 سال داشت. پدر او نیز به سبب بهایی بودن کشته شده بود. در اوایل انقلاب به خانه او حمله، او و همسرش را به شدت مجروح می‌کند. همسر 70 ساله او چند روز پس از این حادثه بر اثر ضربات وارده می‌میرد. به رغم اصرار فرزندان خود خانه را ترک نمی‌کند. چند روز بعد مجدداً به خانه او حمله کرده و او را به شدت کتک زده و دستگیر و به یزد می‌برند. در بین راه پاسداران به امید آنکه پیرمرد 80 ساله مجروح در بیابان خواهد مرد او را رها می‌کنند، اما خودرو دیگری به تصادف از آن محل عبور می‌کند و پیرمرد را به منشاد می‌برد. روز بعد پاسداران او را توقیف و به یزد اعزام و زندانی می‌کنند. او چند روز بعد به اتفاق 6 نفر دیگر اعدام می‌شود. در مراسم دفن او پسر او را نیز بازداشت می‌کنند. نورالله اختر خاوری، کارمند شرکت خصوصی، عضو محفل روحانی یزد، کارمند یک مؤسسه صنعتی در یزد بود اما به دلیل بهایی بودن بازنشسته شد. اختر خاوری در جلسه محاکمه 7 بهایی لایحه دفاعی آنان را قرائت کرد. او در سن 61 سالگی اعدام شد. جلال مستقیم متولد 1307 مغازه‌دار، در یزد ساکن و مغازه‌دار مورد اعتماد مردم بود. از دوران جوانی در تشکیلات بهایی فعال بود. کمیته انقلاب یزد در آخر خرداد ماه 1359 او را بازداشت کرد. در 17 شهریور 1359 به حکم دادگاه انقلاب در سن 52 سالگی در یزد به جوخه اعدام سپرده شد. آیت الله صدوقی، نماینده آیت الله خمینی و امام جمعه یزد، در همان زمان در خطبه‌های نماز جماعت خود به بهائی‌ها حمله کرد و از مردم خواست تا با امضای توماری احکام اعدام دادگاه انقلاب را تایید کنند. در دادگاه انقلاب یزد در 11 شهریور 1359 15 بهایی به اتهام گمراه کردن مسلمانان و کشاندن آنها به کفر و الحاد، عضویت در حزب صهیونیستی و جاسوسی به نفع اسرائیل و آمریکا محاکمه شدند. در جلسه دادگاه یدالله لطفی، وکیل مدافع، از حجت الاسلام قدس قاضی شرع دادگاه می‌پرسد:
آیا شما بهائیت را محاکمه می کنید؟ جواب قاضی منفی است. سپس می پرسد آیا جامعه بهایی را محاکمه می کنید؟ باز جواب قاضی منفی است. می پرسد چه کسی را محاکمه می کنید؟ آقای قدس می گوید ما سران بهایی را محاکمه می کنیم. آقای لطفی اشاره به آقای بدیعالله سعادتمند متهم ردیف 9 می کند و می گوید آیا این شخص که از اهالی منشاد است و به زراعت اشتغال دارد و به ندرت به شهر می آید از سران بهایی است؟ لطفی را نیز به زندان می اندازد. متهمین در دفاع از خود می گویند که بهائیت عمیقاً تعلیمات اسلامی را محترم می شمارد و ما تنها اطلاعاتی را درباره مذهب خود ارائه داده ایم و اگر پول به اسرائیل فرستاده ایم برای حفظ اماکن مقدس بهایی در آن سرزمین است، نه برای دولت اسرائیل. فریدانی یکی از متهمین میگوید من بیش از 30 سال در اداره آموزش و پرورش خدمت کردم و کسی از من شکایت نکرد. قاضی میگوید همین بس که شما جاسوس هستی. عبدالوهاب کاظمی متهم دیگر میگوید اینجا محاکمه و عدالت نیست، اینجا میدان جنگ است. بخشی از جلسه محاکمه را شبکه‌های تلویزیونی پخش کردند. کیهان روزنامه رسمی وابسته به دولت گزارش داد دادگاه انقلاب اسلامی یزد مدارک را بررسی و رسیدگی نمود و حکم شرعی را که اعدام 7 نفر از متهمین است صادر و حکم صادره سحرگاه امروز داخل پرانتز دیروز پرانتز بسته به مرحله اجرا درآمد تا در روز 17 شهریور که سالروز شهدای جمعه سیاه تهران می باشد دادگاه انقلاب اسلامی استان یزد ضمن فرستادن درود فراوان به روان پاک رادمردانی که برای سرکوبی رژیم استبداد پهلوی عاشقانه جانبازی کردند و انقلاب مقدس اسلامی را با هزاران خون شهید آبیاری نمودند با این عمل انقلابی جواب مثبت به پیام خون شهیدان پاک داده باشد و به دشمنان اسلام و ایران هشدار می‌دهد که دیگر ایران عزیز در آغوش بیگانگان نخواهد افتاد و با دشمنان اسلام قاطعانه عمل خواهد شد. یدالله لطفی در گزارشی درباره این حادثه می‌نویسد همان شب 17/6/1359 آقای قدس به همراهی چند نفر سپاهی وارد زندان شدند و اسامی آقایان ذبیحیان و فریدانی و کاظمی و اختر خاوری و مستقیم و مطهری و حسنزاده را خواندند و گفتند چون پرونده های آنها به تهران ارسال شده فوراً ساک‌های خود را برداشته عازم رفتن به تهران شوند. البته صحت این دستور کاملا مورد قبول نبود و با شک و تردید تلقی شد. بالاخره 7 نفر مذکور خداحافظی کرده و رفتند و بقیه را در نگرانی گذاشتند. ساعاتی بعد 1 نفر از سپاهیان که با آنها رفته بود برگشت و از پنجره بالای زیرزمین زندان کلاه آقای عبدالوهاب کاظمی را به داخل زندان انداخت و گفت مینیبوس حامل آنها تصادف کرده است. سپس گز برای محبوسین انداخت و در آخر امر گفت امشب عباس افندی کنایه از عبدالبها زار زار گریه می کند. محل اعدام این 7 نفر نامشخص است. پاسداران اجساد مقتولین را به بیمارستان تحویل می‌دهند. مصادره گورستان بهائیان در یزد. گورستان بهائیان یا گورستان جاوید را در یزد مصادره کرده و به جای آن 1 قطعه زمین خشک و بدون آب و تأسیسات لازم را در اختیار آنها
گذاشته بودند. با این همه حدود 200 بهایی در مراسم دفن این 7 اعدامی شرکت می‌کنند. چند جوان بهایی که یکی از آنها فرزند یکی از مقتولین بود، در گرمای یزد 7 قبر حفر می‌کنند و جنازه ها را بر بلوک ها می‌شویند، کفن می‌کنند و در صندوق می‌گذارند. هیچ یک از شرکت کنندگان، حتی منسوبین متعلقین خانواده شهدا، لباس سیاه در بر نداشتند و قابل توجه آنکه تمام تدارکات برای مراسم تدفین به خودی خود و بدون راهنمایی‌های خاصی از طرف محفل روحانی و یا مرجع دیگر انجام پذیرفته و همین امر معرف وحدت تصمیم و وحدت فکر در بین جامعه بهایی ایران در هنگام بروز مشکلات و تضییقات می باشد. قبرها با دستجات گل پوشانیده شد و هر یک از آنها به وسیله آجر موزاییک مشخص گردید، ولی زود روز بعد که دوستان به آن محل می آیند مشاهده می کنند که گلها را برداشته و آجرهای موزاییک را هم شکستند. همسران شهدا نیز بسیار استقامت کردند و اطفالشان مادرها را شجاعانه حمایت نموده و دیگران را تسلی می دادند. آنها گریه و ندبه نمی کردند و همین مسئله باعث تعجب دیگران به خصوص دوستان غیر بهایی آنها شده بود. بروز چنین حالت وقار و خودداری موجب ازدیاد کینه دشمنان می گردید که بالعکس انتظار داشتند که منتسبین از خود حالت غصه و تعلم نشان داده‌اند تا آنها لذت ببرند، ولی حالتی که خویشاوندان و دوستان از خود نشان دادند آنها را از این لذت محروم نمود. خانم نورالله اخترخابری در نامه‌ای دستگیری، زندان و شهادت شهدای 7 نفر یزد را شرح می‌دهد. قبل از انجام انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران، آقای دکتر پاکنژاد از اهالی یزد خود را کاندیدای نمایندگی این مجلس نمود و بر روی پلاکاردهایی که در یزد زده شده بود نوشته بود که اگر نماینده مجلس شوم ریشه بهائیان را برخواهم کند. دکتر پاکنژاد نماینده مجلس شد. آغاز بدبختی برای بهائیان شد. اوائل ماه ژوئیه 1980 نیمه شبی عده‌ای پاسدار به رهبری شخصی به نام کشمیری که در یزد نام خوبی نداشت به منزل ما ریختند و گفتند باید آقای اخترخابری با ما بیاید. آن شب 6 نفر دیگر هم دستگیر و زندانی شده بودند. روز 7 سپتامبر به ما تلفن زدند که برای ملاقات برویم. من او را تنها ندیدم. پاسداری ایستاده بود. شوهرم گفت که قرار است ما را به شهر دیگری ببرند و امشب تکلیف ما روشن می شود. ما به خانه بازگشتیم و صبح ساعت 7 تلفن زدند و از طرف کمیته گفتند که 7 نفر را به جرم جاسوسی تیرباران کردیم. 40 روز بعد از شهادت ناگهان خانه ما را با تمام وسایل مصادره کردند. به من حتی اجازه این را ندادند که یک دست لباس از خانه بردارم. کشمیری با زور و کتک تمام جواهرات و ساعت من را از دست و بدنم کند و مرا از خانه بیرون کرد. رضا فیروزی، متولد 1286 مغازه‌دار، در شهرستان احر در یک خانواده مسلمان متولد شد. برای تحصیل به تبریز رفت اما به دلیل مرگ پدر و مادر مدرسه را رها و در یک مغازه خیاطی مشغول به کار شد و بعدتر خود مغازه خیاطی دایر کرد. پس از آگاهی از مقاومت و شجاعت امین‌العلما در اردبیل به هنگام اعدام به بهائیان کشش یافته و پس از آشنایی با این آیین بهایی می شود.
از یزد به اهرباز می‌گردد و در زادگاه خود مغازه فروش نفت دایر می‌کند. در تشکیلات بهایی عضو محفل محلی اهر بود و در 9 شهریور 1359 دستگیر و بعد از یک محاکمه کوتاه در 19 شهریور 1359 در سن 73 سالگی در تبریز به جوخه اعدام سپرده شد. محمد حسین معصومی زاره. او و همسرش شکرنسا در قریه نوک از توابع شهر بیرجند کشاورزی می‌کردند. در اول آذر ماه 1359 عده‌ای به خانه آنها هجوم می‌آورند، شکرنسا را طناب پیچ می‌کنند، هیزم بر او ریخته و او را آتش می‌زنند. محمد حسین که در استبل مشغول کار بود، زجه همسر خود را می‌شنود و از خانه بیرون می‌رود. در کوچه با کلنگ و چوب او را مجروح می‌کنند، در گودالی می‌اندازند و آتش می‌زنند. شکرنسا به رغم سوختگی خود را به منزل همسایه می‌رساند. او را به بیمارستان می‌برند اما بر اثر سوختگی می‌میرد. بهروز سنایی متولد سال 1329 تاجر. در خانواده‌ای بهایی متولد شد. از اوان جوانی عضو فعال تشکیلات بهایی بود. در آخر تیر ماه 1359 دستگیر و 5 ماه زندانی شد. حاکم شهر از او می‌خواهد که دست از بهاییت بردارد و به دامن اسلام بازگردد. حاضر به ترک آیین خود نمی‌شود و در 27 آذر ماه 1359 در زندان اوین در سن 30 سالگی اعدام می‌شود. پروفسور منوچهر حکیم متولد 1289 پزشک و استاد بازنشسته دانشگاه در تهران در یک خانواده بهایی متولد و در فرانسه تحصیل کرد و با تخصص در بیماری‌های داخلی به ایران بازگشت. به استخدام دانشگاه تهران درآمد و 30 سال تدریس کرد. پروفسور حکیم از فعالین جامعه بهایی و عضو محفل ملی ایران بود. در بعد از ظهر روز دوشنبه 22 دی ماه 1359 در مطب خود در خیابان فردوسی در سن 70 سالگی به دست اشخاصی ناشناس به قتل رسید. حبیب الله پناهی متولد سال 1312 مغازه‌دار. در شیشوان از دهات حومه مراغه متولد و ساکن رضائیه و عضو محفل محلی رضائیه بود. در 13 بهمن 1359 شبانه به خانه او می‌روند و او را به ضرب گلوله می‌کشند. علی داداش اکبری متولد 1313 نانوا. در زنجان در خانواده‌ای مسلمان متولد شد. در لاهیجان مغازه نانوایی داشت و در همان شهر به آیین بهایی پیوست. چون مردم از تغییر مذهب او آگاه شدند، از معامله با او خودداری کردند. به ناچار لاهیجان را ترک و ساکن ساوه شد. در مسافرتی به رشت یک روحانی او را میشناسد و فریاد میزند که این همان نانوایی است که از دین خود برگشته است. او را دستگیر و در 5 تیر ماه 1359 در زندان رشت تیرباران می‌کند. داداش اکبری در وصیت‌نامه خود می‌نویسد: 2 اردیبهشت 1358 این جانب علی داداش اکبری بهایی هستم و هرگاه اعدام شدم مرا به مراسم بهایی دفن کنید. مهدی انوری متولد 1300 داروفروش. در یکی از دهات یزد به نام تفت در خانواده‌ای بهایی متولد شد. پدر او داروخانه‌دار بود و پدر بزرگ او از بهاییانی که به فتوای روحانیون به قتل رسیده بود. به دلیل مشکلات مادی
از تحصیل در دانشگاه چشم می‌پوشد، اما امکان تحصیل دانشگاهی دو برادر کوچکتر خود را فراهم می‌کند. بر اثر اذیت و آزار مجبور به ترک تفت شده و به شیراز می‌رود. در شیراز با طاهره صمیمیان که پزشک بود ازدواج می‌کند. مهدی به اتفاق همسر خود برای معالجه بیماران به دهات مختلف می‌رفت. پس از چندی از شیراز به آباده رفت و در آنجا ساکن می‌شود. با شروع انقلاب اسلامی خانواده انوری با اذیت و آزار مواجه می‌شوند. مهدی انوری در آباده به عضویت محفل محلی و به سمت منشی انتخاب می‌شود. در مرداد ماه 1359 دستگیر و پس از حدود 8 ماه در سن 59 سالگی در زندان عادل‌آباد شیراز به جوخه اعدام سپرده می‌شود. در گزارشی درباره او آمده است: جناب مهدی انوری که در 25 اسفند ماه 1359 در حالت سوم به حسن خاتمه یعنی شهادت نائل و مفتخر شدن، در وصیت نامه خود چنین می نویسد: در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. امیدوارم که کردارم مورد قبول آستان الهیه واقع گردد. هرچند جز گناه توشه ای نداریم، اما جان ناقابل جهت سعادت عالم بشری داشتیم و دادیم. خداوند همه ما را موفق به رضای خویش فرماید. هدایت الله دهقانی تاجر در خانواده‌ای بهایی در آباده متولد شد و به تجارت مشغول و از فعالین جامعه بهایی و عضو محفل محلی آباده بود. در 26 اسفند ماه 1359 در شیراز به جوخه اعدام سپرده شد. در وصیت نامه خود می نویسد: خداوند را شاکر و ساجدم که بدون هیچ گونه گناهی در راه دیانتم فدا می شود. کلیه فرزندان و اولادان و خویشاوندان خود را به صبر و شکیبایی در برابر اراده الهی وصیت می نماید. خدا را شاکر و حامدم که هیچ عمل خلافی انجام ندادم و به جرمی اعدام نگردیدم که خویشاوندانم خجالت بکشند. بنده ناقابل که هیچگاه چنین لیاقتی را در خود احساس نمی کردم، شاید جزء رقم بیش از 25,000 نفر می باشم که جام شهادت را نوشیدم و امیدوارم که خداوند قادر متعال چنانچه گناهانی در این دنیا مرتکب شده ام با عفو و غفران مرا ببخشاید. در سال 1359 33 بهایی از کارگر ساده تا پروفسور دانشگاه به قتل رسیدند. سال 1360 در سال 1360 جمهوری اسلامی هجوم گسترده‌ای را به همه سازمان‌ها، گرایش و نهادهای سیاسی و فرهنگی اپوزیسیون آغاز و اغلب سازمان‌های سیاسی و اجتماعی را سرکوب کرد. در این سال 54 بهایی در ایران به قتل رسیدند. ستار خوشخو متولد 1285 کارمند اداره بهداری در یک خانواده بهایی در شیراز متولد و از همان اوان جوانی اذیت و آزار متعصبین مسلمان را تجربه کرد. از شیراز به کازرون رفت، اما پس از 1 سال اقامت در این شهر خانه او را غارت کردند و او به ناچار کازرون را ترک و به استحبانات رفت. 1 سال بعد به اجبار استحبانات را هم ترک کرده و به شیراز باز می‌گردد.
تشکیلات بهایی در آن زمان در شیراز فعال بود. خوشخو در 13 خرداد 1359 به حکم دادگاه انقلاب توقیف و 1 سال در زندان عادل‌آباد شیراز زندانی بود. در 10 اردیبهشت 1360 در سن 75 سالگی همراه با یدالله وحدت و مهدیزاده در میدان چوگان شیراز به اتهام بهائیت به حکم قاضی شهر اعدام شد. سرهنگ بازنشسته یدالله وحدت متولد 1292 در اشتهارد متولد شد. پس از پایان دوران دبیرستان به دانشکده افسری رفته و بعد از 20 سال خدمت با درجه سرهنگی در اوایل سالهای 1330 بازنشسته شد. در سال 1357 خانه او را در محله سعدیه شیراز غارت می‌کند. در سال 1359 به همراه همسر خود دستگیر و هر دو در زندان عادل‌آباد شیراز زندانی می‌شوند. به هنگام بازداشت دختر او را به نام مهوش نیز دستگیر می‌کنند. یدالله وحدت سالیان بسیاری عضو و رئیس محفل محلی در شیراز بود. در نامه‌ای به تاریخ 14 فوریه 1381 به یکی از دوستان خود می‌نویسد: درست 9 ماه است که در بند هستم، ولی می‌دانم که شما و دیگر دوستان که در خارج از زندانی چقدر نگران حال و وضع ما هستید. من متجاوز از 71 سال عمر کردم و فرضاً که به عنایت الهی 4 الی 5 سال دیگر بیشتر عمر کنم. چه فایده دارد که نفس آخر را در رخت خواب بیماری بکشم؟ من از خود خواهشی ندارم. آنچه واقع شود اراده مشیت الهی است و من با کمال خضوع و شکرگزاری راضی به آن هستم. در 10 اردیبهشت 1360 در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شد. همسر او در زندان سکته کرد و پس از 4 سال آزاد شد.